درود دوستانم که حالتون تو این روزهای سخت خوب باشه و درجه یک خوش اومدید به پیشبازی رئال مادرید و رئال بتیس از هفته 18 لالیگای اسپانیا. بعد از 2 هفته برگشتیم با بازی‌های لالیگای و رئال مادرید. بچه‌ها دیگه از این به بعد قراره که ما پیشبازی‌های رئال مادرید فقط رئال مادرید داخل کانال یوتیوب داشته باشیم و بقیه تیم‌ها بازی‌های معمولی دیگه، حالا چه فورتنایت میخواد باشه، چه رمبو 6 میخواد باشه، هر بازی دیگه داخل آپارات قرار میگیره و این کانال دیگه بچه‌ها مختص به رئال مادرید و اخبارات رئال مادرید. من سعی میکنم قبل هر بازی رئال مادرید یه پیشبازی بذارم و بیایم که بازی‌های رئال مادرید رو داخلش تحلیل بکنیم. حالا تحلیل که نه، پیش بینی بکنیم. تحلیل که میشه بعد بازی که اونها رو من نمیذارم، فقط پیش بینی میکنم و پیش بینیش اینجا میذارم و حالا پیش بینیمون داخل گیم پلی در میاد، گلایی که میزنه و قبل اونم مصاحبه ها، اخبارات و حالا مصدومایی که تیم داره. اول از همه سراغ مصدومایی که رئال مادرید داره و مصدومای رئال مادرید تا اینجا شده 23 تا و رئال کلا 23 تا توی بازی توی این فصل لالیگا انجام نداده که رئال 23 تا مصدوم داده. الان این تازه 18مین بازی که آقا 18مین بازی که انجام نشده، فعلا 17مین بازیه، 17مین بازی تموم شده و رئال 23 تا مصدوم داده که کیلیان امباپه مهمترین بازیکن رئال مادرید هم 3 هفته الان تقریبا میشه گفت که آقا مصدوم شده و خیلی از بازی‌ها دست داده. سوپرکاپ عربستان که داخل عربستان قرار برگزار بشه کاملا دست داده، در صورتی که ما اتلتیکو مادرید هم شکست بدیم بریم فینال به بارسلونا هم بخوریم، احتمال اینکه امباپه اون بازی نباشه هم خیلی زیاده، یعنی برگشتش فعلا منتفیه و تو این بازی یعنی بازی با بتیس قطعا حضور نداره. به غیر از اون آرنولد هم نداریم، کارواخال هم نداریم که اونم مصدوم شده و ادری میلیتائو هم که همینطور چندین ماه دور بوده، فعلا هم وضعیتش مشخص نیست. این شد 4 تا. با برایم دیاز هم که تو جام باشگاه جهانی که اصلا مصدوم نیستش کنن، در دسترس نیست، تو جام باشگاه آفریقا داره بازی میکنه و جام باشگاه که نیست، جام ملت‌های آفریقاست، اونجا هم نیستشون، هم رفته اونور و اونجا داره بازی میکنه. فعلا اینا ما در دسترس نداریم. اندریک هم که دادیم به تیم لیون و داور این مسابقه بچه آقای آلخاندرو هرناندز، همون داوری که اعتراف کرده بود که من هوادار پراپوبورس بارسا هستم و فلان و اینا، همیشه هم بر علیه رئال سود میزنه و خلاص از این داستانا. این حرفشو توی شبکه رئال مادرید منتشر کردن که حالا همین شبکه رئال مادرید خودش کلی حاشیه و مسخره بازی پشتش داره که واقعا مثل یه سیرک میمونه. هم رسانه‌های کنار خود پرز و همه اینا خودشون دارن بر علیه رئال مادرید بیشتر دارن کار میکنن و حاشیه درست میکنن و این باعث میشه که کار رئال مادرید سخت بشه. یه مصاحبه ژابی آلونسو، یه مصاحبه مطبوعاتی و میشه بهش گفت کنفرانس انجام داده همین امروز و باشه ویدیویی که دارن میبینین قشنگ قبل از بازی رئال و بتیس در براتون به نمایش گذاشته میشه. قشنگ من سعی میکنم ویدیو رو 11 صبح براتون برسونم، 11 صبح 14 دی و کنفرانس مطبوعاتی داشتم و از ژابی آلونسو پرسیدن که نظرت راجع به بازی با بتیس چیه، بازی چطوری پیش بینی میکنی. گفته که اولا که من دلم تنگ شده بود، بعد از یه هفته استراحت برگشت به مسابقات و شروع نیمه دوم فصل و با انرژی و اشتیاق و یه نگاه تازه. حالا ببینید که چیکار میخواد بکنه دیگه. ولی بچا همه تقصیرام نمیگردن مربی بنازیم. الان نکنید من ترکیبی که پیش بینی کردم اینجا الان امباپه رو که نداریم، همه اون مصدومان هم گذاشتیم بیرون و این ترکیبی که امکان داره ژابی آلونسو انجام بده. ترکیب اول بهتون میگم قبل از اینکه ادامه مصاحبه رو بریم. ترکیبی که من پیش بینی میکنم، کورتوا درون دروازه قرار میگیره، آلوارو کارلس که بچا محرومیتش تموم شد دیگه بعد از بازی با سلتا ویگو، دین هویسن، رودیگر، فده والورده در خط دفاعی. فده والورده رو من پیش بینی میکنم که سمت راست بازی بده و بلینگهام، شوامنی، گولر 3 تا بازیکن خط هافک ما هستن و بلینگهام تمایل به چپ بازی میکنه و آردا گولر هم همینطور و شوامنی یکم دفاعی تر، یعنی به عنوان یه هافک دفاعی بیشتر داره بازی میکنه، ولی خب 4-3-3 فلت دیگه همشون خطی هن. و در خط حمله هم که وینی، گونزالو و رودریگو بازی میکنن. یعنی یه طورایی میشه گفت ببین الان فرض کن گونزالو همون خوسلو رئال تو 2024 الان دقیقا همون ترکیب 2024 هیچ تغییر نمیشه. با مثلا فرض کن مثلا
دین هویسن و کاراس بهش اضافه شدن، ولی خب همون ترکیب 2024 انگار. و این یه فرصتیه که وینیسیوس بیاد خودش آقا به همه ثابت کنه، نشون میده که آقا نه من هنوز هستم و میتونم خوب بازی کنم، ولی فعلا در حال حاضر یکی از بنجل ترین بازیکن‌های رئال دارن حساب میشه و خوب بازی نمیکنه و به حاشیه بیشترش داره اهمیت داده میشه. و حالا از اینا بریم کنار، بریم سراغ همون مصاحبه آقای ژابی آلونسو و گفته که رودریگو رو داخل پست وینگر راست استفاده میکنی، همین جا که ما داخلش قرار دادیم، و گفته که رودریگو میتونه توی هر سه پست خط حمله بازی کنه و تو نیمه اول فصل هم که با سطح خیلی عالی این کارو انجام داد، تمومش کرد و آخر سال هم چند تا بازی فوق العاده ارائه داد و ما حس خیلی خوبی نسبت بهش داریم. اوکی و بهش نیاز داریم دقیقاً مثل بازیکن‌های تیم جوان که برامون جبران میکنه. غیبت کیلیان امباپه گزینه‌های مختلفی رو داریم و رودریگو هم یکی از اونهاست. و بهش گفتن که آیا به فکر خرید بازیکن جدید تو بازار زمستونی هستین؟ بچه‌ها قبل از اینکه جواب ژابی آلونسو بدیم و این احتمال این که بازیکنی توی این زمستون رئال مادرید خرید رو بکنه واقعا میتونم بگم صفره. یعنی به قول آقای پرز که تیم تکمیله، اصلا هیچ کاری نمیخوام بکنن و اصلا نمیخوان بیان خریده بکنن. الان تو آدم وارتون رو روی میز داشتی میتونستی بخری، همون قبل از اینکه این فصل شروع بشه میتونستی کنته رو از تیم لیورپول بگیری دیگه، اوپامکانو رو میتونستی همون فصل قبل از اینکه فصل شروع بشه از بایر مونیخ بگیری، میتونستی اولیسه رو بگیری، ولی این کارو نکردی. با اینکه پولم داری آقای پرز ولی تو نمیری خرید بکنی. تو الان از همون اول بعد به فکر آقا هافکت باشی. هافکت کلا کویر که نیست، بازیکنه خلاق نداره. الان تو یه مودریچ داشتی دادی رفت، کروس آقا دست داده بودیم، خب مودریچ رو نگه میشه باش تمرین میکردی، حاضر بودش دستمزدش بیاد پایین اما بیاد بازی بکنه حداقل. اصلا بود اصلا فرض کن آقا اون دوستش اصلا بازی کنه برای رئال مادرید، اصلا دلش خواست رایگان باشه تو رئال، پولم نگیره ولی بازی بکنه، اون اینو دوست داشت. حداقل آقا بعد دقیقه 70 میومد تو زمین کار در می آورد با پاسای بی‌نظیرش، با پاسای بیرون پاش. یاد رفت آقا پرز، یاد که رفته 100%. و گفته که آقا به فکر بازیکن به فکر خرید بازیکن جدید توی بازار زمستونی هستی. میگه همیشه وظیفه ما این بوده که دنبال بازیکن جدید بگردیم، البته با اینکه از ترکیب فعلیمون راضی هستیم. به خدا اینو خودش نگفته، یعنی اینو پرز گفته بیا بگو که آبروی من جلو چیز نره. میگه آقا تیم تکمیله، من میگه وقتی راضی هستیم چی. اینو هیچ وقت ژابی آلونسو نگفته. توی تابستون که رئال مادرید اومد تازه می‌خواست شروع کنه آقا من گفته من بازیکن میخوام. این دو نفر یعنی هویسن و کاراس رو خریدن با ماستانتونو، دیگه نتونستن برن سراغ بازیکن دیگه پرز گفت نمیخوام، من پول خرج نمیکنم، دنبال رایگان خریدن. الان ببین کنتر میخواد رایگان بگیره سال بعد، فصل بعد. الان فکر کنم قرارش تا 2027 نمیدونم اگه اشتباه نکنم. آقا اون بازیکن رایگان میخواد، کلا میگه قرار داره این بازیکن تموم شه من رایگان بگیرم. الان تو با همین وینی تمدید نکنی رایگان میره. این چی میگم؟ با وینیسیوس تو الان تمدید نکنی که به نظرم اشتباهه. فعلا باید صبر کنین تا ببینید که تکلیف این وینیسیوس چی میشه. ولی من میگم باید قیمت پایین با این تمدید بکن تا سال 2030 که این 2027 رایگان نرد تیم. باید قیمت پایین بشه بگو آقا اینو میخوای همین قیمتو. مثلا آقا الان میگه من پاداش کریس رونالدو رو میخوام. وینیسیوس میگه آقا میاری که قیمت پایینتر، میخوای نمیخوای همین الان میفروشم میدم به تیم دیگه، میدم به عربستان اصلا تو رو. همین الان باید به فکر وینیسیوس هم باشن توی همین پنجره نقل و انتقالی و تابستون. ما حواسشون کنیم به وینیسیوس باشه که رایگان از تیم بره کرده. ببین تو پاچمون رفته دیگه، کلا اصلا هیچ انگار نداشتیم. فرض کن تو وینیسیوس رو با یه قیمت گنده از فلامینگو بیاری، فلامینگو بچا اگه ایشون کن تیم قبلی وینیسیوس، از برزیل بیاریش و اینطوری از دستت بره، یا اینو با یه قیمت کمی باش قرارداد می‌بندی یا همین تو همین پنجره نقل و انتقال تابستون میفروشیش. آقای پرس نمیسی گفت بود که راجع به وینیسیوس گفتم بگم، حالا ربطی هم زد به خریدای ما نداشتین، بیشتر راجع به تمدید بود. گفته که کارواخال امروز با تیم با گروه تمرین کرده و وضعیتش چطوره. گفته دنی امروز کل جلسه تمرین رو با گروه تیم بوده و فراسو هم تصمیم که آقا توی ترکیب باشه، که به چیزی که آقا نظر من هست این که تو ترکیب نیست و احتمالاً بازی نمیکنه به احتمال 90% و همون والورده رو میذاره دفاعی راست. و گفته که
امباپه کی برمیگرده؟ گفته داریم سعی میکنیم تاریخش رو مشخص کنیم، ولی خیلی بستگی به حس خودش داره و اینکه کی برمیگردم که هر چه زودتر بهتر، ولی دقیق نمیدونم. تا سوپر جام میرسه اونم نمیدونیم و ببینیم که چی میشه. و در مورد انتقال اندیک به لیون شما حس یاد میگه شما تصمیمی تو این نقش داشتی یا نه؟ میگه تو این مرحله از مسیر فوتبالیش اندیک نیاز به دقایق بازی کافی داره. من کاملا دلیل تصمیمش رو درک میکنم و همینطور دلیل سرمایه گذاری باشگاه روی پیشرفت و کسب تجربه توی لیگ قدرتمندی مثل لیگ فرانسه رو داره. رئال مادرید خیلی خوب بلده با بازیکنایی که برای رشد میرن و برمیگردن چطور رفتار کنه. آره داشتیم لوکایوویچ رو تو سال 2020 خریدی، بعد آوردیش پخی نبودش به یه تیم دیگه برش نگردوندی، گفت این به درد نمیخوره. الان با نیکوپاز همین کارو میکنی و این نیکوپاز رفع پیشرفت کرده و تو اینو بعد توی این پنجره نقل و انتقالاتی تابستون برگردونی به تیم. نیکوپاز یکی از نکات مثبت رئال مادرید میتونه باشه. الان میبینید دیگه نیکوپاز توی کومو واقعا داره خوب بازی میکنه و تریکونده تو این فصل و میتونیم. ولی خب پست نیکوپاز همون پستی که آردا گولر و بلینگهام بازی میکنن، این خوشه که میتونه موزل باشه واسه رئال. ولی خب ژابی آلونسو اگر تا اون موقع باشه باید این مشکل رو بتونه برطرف کنه اگر نیکوپاز برگرده. و ادامه کنفرانس هم که گفته آقا آیا مسئولیت امباپه فقط بدشانسی بوده؟ میگه که آقا ما وضعیتش رو ارزیابی میکنیم و بعد از بازی تصمیم میگیریم که آقا چجوری باید چه کار باش بکنیم و همه تماشاشون دارن میکنن که آقا زود برگرده. وضعیت وینیسیوس رو ازش پرسیدن که گفته چطوره، اون از اتفاقات بازی آخر تاثیر منفی گرفته، همون بازی با تیم اگه اشتباه بکنم تیم بازی که انقدر اصلا اخبار ایران رو من دنبال کردم اصلا حواسم به فوتبال نیست. میگم من دیدمش، حالش خوبه، خوشحاله، این استراحت برای هممون مفید بود تا دوباره پر انرژی برگرده. فردا باید تمام تلاشمون رو بکنیم و اون اشتیاق و ریتم لازم رو به زمین بیاریم. اگر این تلاش دو طرفه باشه حتما از بازی لذت میبریم و برنده این بازی میشیم. میگه آیا این سوال خبرنگار خیلی مهم بود. میگه آیا آقا تیم به یه بازیکن بازیساز یعنی همون شماره 10 کلاسیک خلاق نیاز داره یا نه؟ گفته که آقا من با همین تیم فعلا کار میکنم و با همین ترکیب موجود بازی میکنم. وظیفه‌م اینه که بهترین عملکرد رو ازشون بگیرم. هنوز در حال پیشرفت هستیم، دوره‌های خوب و بد داریم و همیشه روی بهتر شدن تمرکز میکنیم و بدون اینکه اسم خاصی رو روش مشخص بکنیم. و همین دیگه آقا. این هم بود از مصاحبه ژابی آلونسو. و بچه‌ها توی این بازی ایسکو هم به ترکیب بتیس نرسید و مصدوم شد و بچه‌ها چون من توی اف سی 26 دیگه نمیتونم تو ترکیب تیم بتیس دست داشته باشم که الان اینجا نیستش کنم، مصدومه اینجا هم نداره توی بتیس و لوسلتو باش داره بازی میکنه و خوبه آقا. یه جوری میشه گفت واقعی تر داریم به کار ادامه میدیم و بریم سراغ مسابقه رئال مادرید و بتیس. خبر رو هم خوندیم، مسابقه ژابی آلونسو، و ببینیم که داخل پیشبینی ما داخل اف سی 26 چه نتیجه رو در بر میتونه داشته باشه. بچه بازی هم 4 بعد از ظهر که حالا عصر میشه گفت داخل به وقت اسپانیا، به وقت کشور خودمون که ساعت 6:45 قرار برگزار بشه. حالا من تقریبی دیگه توی 2 ساعت و نیم با اسپانیا ما فاصله داره ساعتمون، به خاطر همین دیگه من ساعت اسپانیا تنظیم کردم که تو بازی هم تو واقعا چون تو روزه اینجا هم روز باشه. بریم که داشته باشیم همه انیمیشن رو با هم دیگه میبینیم و ورود بازیکن به زمین مسابقه، چهره گونزالو ستاره تیم در جام جهانی باشگاه که واقعا در هر بازی میانگین گل داشت تا وقتی کیلن امباپه به تیم برگشت و در بازی با دورتموند این کار رو انجام داد و گونزالو نتونست برن تو اون بازی‌ها گلی رو به ثمر برسونه. چهره فد والورده کاپیتان تیم ما رو با هم دیگه میبینیم و امیدوارم که واقعا رئال توی این بازی برنده بشه و فعلا جایگاه ژابی آلونسو فعلا حفظ بشه تو تیم و با وجود نبودن کیلن امباپه هم بتونن نتایج رو حفظ بکنن. اگر این اتفاق بیفته بازی بعدی رئال مادرید بچه با تیم اتلتیکو مادرید در سوپر جام اسپانیا داخل عربستان که قرار برگزار بشه هست که اون ویدیو بچه همون 18 دی ماه میاد و هر پیش بازی ما یه همون روز بازی میاد ولی قبل از مسابقه ویدیو ما میاد. یه جوری پیش بینی طوره دیگه، بعد قبل از بازی ویدیو برای شما به دست شما برسه.
ترکیب رئال مادرید که با هم دیگه گفتیم و دیدیم. حالا میریم سراغ ترکیب تیم رئال بتیس که داریم بازیکنان رو با هم دیگه میبینیم و مهمترین بازیکنشون هم که آنتونی و لوسلسو هست که میتونن خیلی تاثیرگذار باشن توی این مسابقه و حواسمون خیلی به آنتونی باشه چون بازیکن تکنیکی، شوت زن هم هست، شوتای کاتدار فوق العاده ای میزنه و حواسمون به این بازیکن باشه. و بریم داشته باشیم رئال مادرید رئال بتیس هفته 18 لالیگای اسپانیا. وینیسیوس صاحب توپ پاسو میفرسته واسه گونزالا میرفت که وینیسیوس صاحب توپ کنه اما اتفاق نیفتاد. میشه حالا دوباره میتونیم حمله کنیم به سمت دروازه تیم رئال بتیس با جود بلینگهام و دروازه رو باز میکنه و دفاع رئال بتیس خیلی راحت ازشون رد میشه و جود بلینگهام گل اول به ثمر میرسونه. زننده اولین گل مسابقه جود بلینگهام هست. ببینیم با هم دفاع قشنگ ول کرد و ضربه بلینگهام هم که زمینی به گوشه دروازه بتیس رفت و دروازه باز شد. خیلی زود بتیس گل اولو میخوره ولی خب قطعاً باید اگه بخوایم طبق واقعیت حساب کنیم رئال بتیس به همین راحتی هم گل نمیخوره. ولی خب تو چند بازی گذشتهشون اینم میگم که رئال بتیس باخت نداشته، مساوی داشته اما باخت نداشته رئال بتیس و اکثر بازی‌ها رو برده و مساوی کرده و حداقل مساوی رو گرفته از تیم‌های بزرگ. ولی خب از بارسا که همتون میدونید 5-2 باخته، 5-3 باختش. البته مربوط به اولای فصله و جزو 5 بازی آخر بتیس حساب نمیشه. پشت محوطه آردا گولر از همون فاصله ضربه کات دارشو میزنه و به تیر دروازه برخورد میکنه و به بیرون میره. خیلی خطرناک بود این موقعیت و نزدیک دروازه تیم بتیس برای بار دوم باز بشه. حمله تیم بتیس خراب میشه. حالا ضد حمله برای رئال مادرید. وینیسیوس فرار کرده پاسو میرسونه بهش بلینگهام. خود وینیسیوس میتونه به حاشیه و پیام بده بازنده گل توی این مسابقه و شانس نداره وینیسیوس و ضربهش از کنار دروازه به بیرون میره. ببینیم با هم ضربه محکم و کات داره وینیسیوس که از کنار دروازه بیرون رفت. بازم فرصت داره رئال مادرید برای اینکه بتونه گلی رو توی این مسابقه بزنه. وینیسیوس کات دار میزنه وینیسیوس و باز هم از کنار دروازه تو به بیرون میره ضربهش. وینیسیوس جونیور تلاش داره که گل بزنه توی این مسابقه اما فعلا این اتفاق نیفتاده. پاسو میده برای چواو در محوطه لوسلسو. فرصت دارن اونجا با شانس میاره رئال که اونجا داخل آفساید قرار داره. چواو اگه اسمشو درست بخونم اشتباه شوامنی. آنتونی رسید و داد به لوسلسو. فرصت داره تیم بتیس. ریکلمه زبانو میزنه خطرناک و تیبو کورتوا یه جات میاد دروازه تیم رئال مادرید و از زدن گل از خوردن گل بخشی ارسال رو محوطه جریمه مش میکنه اونجا کورتوا پشت محوطه جریمه. شماره 6 شمون میاد داخل محوطه پاسشو نمیتونه برسونه. بلینگهام میاد و قطع ارتباط میکنه و وینیسیوس میرفت که حمله کنه اما دیگه داور سوت پایان نیمه اول به ثمر میرسونه و نمیذاره که رئال حملهشو انجام بده. چهره جود بلینگهام میبینید تنها زننده گل این بازی مصدوم هم شد اما حالش مثل که خوبه. این بود از نیمه اول. پیش بینی ما فعلا همون 1-0 و با همین ترکیب فعلا ژابی آلونسو ادامه میده. بریم سراغ نیمه دوم بازی رئال مادرید و رئال بتیس. آنتونی فرصت داره تیم بتیس. آنتونی میاد تو هر زبر میزنه و دروازه رو باز میکنه. گفتم این بازیکن میتونه خطرناک باشه. آنتونی چه توپی آورد توی عرض و ضربه رو زد. ببینیم با هم قشنگ این هویسن رو رد کرد و این ضربه محکم که به گوشه دروازه رئال مادرید میره و کورتوا رو مغلوب میکنه. آنتونی. رئال مادرید 1 رئال بتیس 0. 2-3 دقیقه دیگه باید تعویض هم بکنیم. گونزالو خوب نبود اصلا نتونست موقعیتی رو خلق کنه یا حتی ایجاد کنه. حتی اینجا آردا گولر هم اشتباه میکنه. فرصت برای تیم بتیس پشت محوطه اونجا رد میکنه مدافعین رو. نه عقب رو به عقب کار میکنه. لوسلسو برای فورناس رو میذاره خطرناک نجات میده دروازه رو کورتوا از اینکه تیم گل دوم نخوره.
آمرابات وارد زمین شد. بریم بچه تعویض کنیم و گونزالا رو بکشیم بیرون. کیو بریم؟ واقعا هیچ مهاجمش نداره. پس بریم گونزالا رو بریم اینجا، رودریگو رو بریم چپ، چون یه به گفته جا بیرونسه میتونه ارست پست بازی بکنه و ما ماستانتونو رو بریم سمت چپ، دیگه سمت راست بازی می‌کنه. مثلا چپ و راست هم آقای پیکس باکس دادی قاطی می‌کنی. و کاماوینگا رو بیاریم به جای شوامنی و فعلا دیگه آردا گودر رو میاریم بیرون به جای سبایوس و بریم که داشته باشیم ادامه مسابقه رو. تعویضای ما انجام شد، ارسال به روی محوطه جریمه. بعد واسه نجده بود که بلینگهام گل به خودی بزنن که دیگه اتفاق نیفتاد. بلینگهام توپ حرکت میکنه، توپ حمل میکنه و جلو میبره. بلینگهام منتظر یار خودیه که وینیسیوس باشه. وینیسیوس برای سبایوس، خود سبایوس حرکت میکنه، یه دور میزنه. سبایوس چیکار داره میکنه؟ دنی سبایوس میتونست تکمیل کنه کارشو با این گل، اما اتفاق نیفته. باز هم ضربه بازیکنه ما از کنار تیر یک به بیرون میره. خالی ماستانتونو میتونه تا گلم بزنه. ماستا چپ پای پاس میده. وینیسیوس میزنه، ضربه رو گل میکنه. وینیسیوس جونیور بالاخره از حاشیه ها بیرون میاد بعد از تقریبا 18 بازی گل نزدن. گل میزنه برای رئال مادرید توی این مسابقه حساس حیاتی برای ژابی آلونسو و رئال مادرید. وینیسیوس جونیور توپ آورد تو عرض، با پای چپش سود زد، با پای غیر تخصصیش زد جایی که غم نباشه برای رئال مادرید. وینیسیوس جونیور میدونم که واقعا تو بازی امروز گل بزنه. وینیسیوس جونیور. رئال مادرید 2 بتیس 1 برمیگرده به مسابقه رئال مادرید و رئال 2-1 جلو و این نتیجه شکننده میتونه باشه برای رئال. عبد درون محوطه، عبد چی شد؟ دو پنالتی گرفت. رودیگر دوباره تو احمق بازی در آوردی. القک نگاه کن خدا وکیلی چی کار میکنن با این تیم. رودیگر نگاه کن اونو چرا میزنید؟ القک لو سلسو پشت ضربه پنالتی میتونه حیاتی باشه این ضربه. لو سلسو و توی دروازه برمیگرده بتیس به این مسابقه. تو سانتیاگو برنابئو رئال 2 بار تا اینجا کامبک رو زدن اما کامبک رو تکمیل نکردن. دروازه‌بان بتیس رو نگاه کنید مقابل هواداری رئال داره چیکار. ببین پارت میکنم. همین 2-3 دقیقه مونده دیگه. برو بریم. لیتس گو بدو رودریگو. هکتور بیل یکی با مهار کنه، دارن دفاعی کار میکنن. چقدر بازیکناشون زیادن. این هایسن پاسش نمیرسه، خراب کردیم آقا. وای بابا اون چی بود؟ سری برسون، درست پاسو برسون دیگه. گیم پلی بازی هم خرابه بابا. اون پنالتی گوه رودیگر دن سرویس بیشرف خراب کرد کار ما رو بابا. تو این بازی که پاس درست نمیتونه برسونه. همشون رفتن تو دفاعیو سگ مستبو. پیشبینی من خود من که 2-1 ولی خب 2-2 پیشبینی بازی ما و حیف واقعا. اند مچ و بازی مساوی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت کافی برده باشید بچه. اگه دوست دارید بازم براتون پیش بازی رو ادامه بدم و اگه خوشمند بگید آقا ادامه بدم، وگرنه همون کارا ویدیو ساختن معمولی ادامه بدیم. ولی خب ایده من اینه که آقا داخل این کانال یوتیوب فقط پیش بازیای رئال مادرید و اخبار نقل و انتقالات داخلش بذاریم. دمتون که ویدیو تماشا کردین. لایک کامنت فراموش نشه. اگه دوست داشتید سابسکرایب کنید، اگه هم دوست داشتید اصلا اشکال نداره فدای سرتون و دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا خدا.